خب اینجا یه موشنبه آوردیم، میخوایم یه کارایی باش کنیم. دارم با گاز پرش میکنم، بعد آتیش بزنمش. بیا با هم دیگه ادامه ویدیو رو ببینیم. خب رسیدیم به بخش جذابش، یعنی اونجایی که آتیشش بزنیم. پیتیلش رو آتیش بزنم بگیره. شعله‌اش چقدر کمه. خاموش چرا میشه؟ نه اوکی. خوبه فکر کنم خاموش شد. خاموش شده داره. فکر کنم دوباره باید آتیشش بزنم. برم آتیشش بزنم دوباره. گرفت. نگاه گازش همینجوری داره میاد. اثرات گاز.